بریم سراغ موضوع دوممون راجع به فلسطین. به این مطلب رسیدیم که قهرمان دوم اسلام، امیرالمؤمنین، شخصی که اولین بار این صفت به اون گفته شد و این مصطلحات بشری آسمانی نیست ولی مصطلح درستیه و اشکالی نداره، بلکه آنچه که صحابه اجماع کردن مخالفت با اجماعشون درست نیست. لیکن چون این مسئله دنیوی است، دینی نیست و امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی که بیت المقدس رو فتح کرد که در تاریخ جهان چنین فتحی بعد از فتح مکه یک نمونه این سرزمین رو وقف قرار داد بر همه مسلمانان بعد از مشورتش با صحابه. انسان خوب مستشارانش بهترین ها خواهند بود، خوبترین ها. انسان بد مستشارانش انسانهای بدی خواهند بود. اگه خواستید کسی رو بدونید که خوبه یا بده، اطرافیانش رو نگاه کنید، مستشارانش رو نگاه کنید. خب بعد از مشورت با مرزیان قرآن این سرزمین رو وقف قرار داد برای همه مسلمانان در طول تاریخ. خب چه آثاری بر این مترتب میشه؟ اینکه فلسطین سرزمینی است وقفی برای همه مسلمانان تا قیامت و از دیار اسلام سرزمین مسلمانان یک وقف مشاع مشترکه که مخصوص یک نسل نیست، مخصوص یک قوم نیست. مادامی که زمین و آسمان هست این سرزمین وقف برای مسلمان ها، لیکن در دست اهل اونجا باشه. خب مادامی که سرزمین مسلمان هاست، اگه یه نفر بیاد غصبش کنه، یک وجبشو غصب کنه، کسی حق نداره ازش تنازل کنه، چه فلسطین باشه، چه جولان باشه، چه کشمیر باشه، هر جایی که سرزمین مسلمان هاست. برای که هر جایی که مسلمان ها گرفتن اون سرزمین اسلامه و هر سرزمین مسلمانی حق ثابت بر همه مسلمانانه. هیچ کسی نمیتونه، نه حکومتی، نه حزبی، نه گروهی، که از یک وجب از سرزمین مسلمانانو به غاصبان بده، تنازل کنه، به هندوها بده، به گاو پرستا بده، به رباخاران بده، به جنایتکاران صهیونیست بده، یا هیچ کسی دیگه. اگر کسی چون این کاری کرد تصرفش باطله. انظر فقهی، اینجا بررسی اسلامی و فقهیه، انظر فقهی تصرفش باطله. درست مثل کسی که شراب خرید و فروش کرد، انظر فقهی اصلا چون خرید و فروشی باطله، درست نیست، ولذا هیچ اثر شرعی نداره، هیچ اثر قانونی نداره. چون این حق، سرزمین فلسطین حق بر همه مسلمانانه، چه کسی قرارداد ببنده، پیمان ببنده، صلحنامه امضا کنه، ازش تنازل کنه، از یک وجبش هم، نه همش، چون اندر مسلمان های به اجماع مسلمان ها، اجماع سومیش منبع شرع کتاب سنت اجماع، به اجماع مسلمانان چنین تنازلی، چنین از جیب خلیفه بخشیدنی ارزش نداره. این که بیایم بگیم که نصفش مال صهیونیستا باشه، نصفش مال مسلمان ها، یک حرف عالمانه نیست، حرف سیاسیه. کسی که حرف سیاسی میزنه بدون دلیل علمی باید متحمل نقد هم باشه از هر کسی میخواد باشه. ولذا هر پیمانی، هر قراردادی که یک وجب از خاک فلسطین رو ازش تنازل کنه، چون این پیمانی انظر فقهی باطله، به مسلمان ها هیچ ربطی نداره و ولذا هیچ الزامی بر مسلمان ها نداره. و به اتفاق مسلمانان فلسطین
اون جزء فقط نیست که در سال 1967 اشغال شده و فلسطین فقط غزه نیست، فلسطین فقط باریکه غزه نیست، فلسطین فقط رودخانه غربی رود اردن نیست، ضفه غربی نیست، فلسطین فقط مسجد الاقصی نیست، فلسطین فقط قبة الصخره نیست، فلسطین همه فلسطینه، شام همه شامه، جزیره العرب همه جزیره العربه، مصر همه مصره و هیچ فرقی بین قبة الصخره مشرفه و بین هیچ جزئی مثلا از صحرای نقب نیست. حکم شرعیش در آزاد کردنش یکیه. این به اتفاق مسلمانانه، به اتفاق فقهای مسلمان. الان فقها عالمان زور ندارن، حقیقت با زور نیست. دارالاسلام قابل تجزیه نیست، هیچ کسی نمیتونه به میل خودش تجزیهش کنه، بر مزاد علنی نیست و ملکی برای هیچ حاکمی، برای هیچ حزبی، برای هیچ گروهی هم نیست، بلکه این سرزمین مال خدا و رسولشه و مؤمنانی که در اونجا زندگی میکنن. این یک مسئله. مسئله دومی که این خیلی مهمه، صهیونیست‌های غاصب هیچ حقی در فلسطین ندارن، نه نظر اقدمیت، نه نظر دینی، نه نظر تاریخی، نه نظر دینی. نظر تاریخی دنیای غرب و فریب دادن، غرب زدگان سکولار هم این فریب خوردن. دقت میکنی؟ لیکن اگر قرار به نگرش تاریخی باشه، یهودیان اولین قوم در این سرزمین نیستن، بلکه اعراب مستحق ترند، اگرچه هر دوشون هم سامی هستند، ولی از بس که تبلیغات کردن مردم فکر میکنن که سامی ها فقط عربن، ببخشید فقط یهودیان هستند، در صورتی که سام بن نوح ابراهیم که از فرزندانشه و اعراب از فرزندان ابراهیم هستند، همچنان که یهودیان از فرزندان ابراهیم هستند، بنی اسرائیل. ولی اینجا حرفم این نیست. اینجا حقم اینه که اعراب در سرزمین فلسطین قبل از یهودیان بودن، بلکه کنعانیان قبل از یهودیان در فلسطین موجود بودن. قبل از اینکه نبی الله ابراهیم علیه و نبینا السلام به فلسطین هجرت کنه، کنعانیان خودشون از جزیره العرب بودن که به فلسطین رفتن، قبل از ابراهیم علیه السلام اونجا بودن. اما وجود یهودیان در فلسطین کی شروع شد؟ بعد از اینکه نبی الله ابراهیم علیه و نبینا السلام به فلسطین هجرت کرد. اصلش در عراق بود. در فلسطین اسحاق متولد شد و بر اسحاق فرزندی اومد به نام یعقوب. یعقوب همون اسرائیله. ایل اصلا یعنی الله زمان عبری. اسرائیل، میکائیل یعنی بندگان الله. چطوری ما شما بگیم عبدالله، عبدالرحیم، عبدالرحمن، اینا صفات خداونده. عبد یعنی بنده، بقیه همه صفات خداونده. و یعقوب علیه السلام در اونجا متولد شد. فرزندانی داره. اینا هجرت کردن به مصر، در مصر زندگی کردن. بعد دوباره از مصر بازگشتن به فلسطین. در زمان موسی علیه السلام خداوند متعال راجع به یهود میفرماد که قالوا یا موسی ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. از قدیم اینا ترسو بودن، موسی رو به عذاب کردن. موسی پیامبر اومده از فرعون نجاتشون داده، وارد فلسطین بشید. گفت نه، در این ما داخل نمیشیم مگه که اونایی که اونجا هستن خارج بشن. وقتی خارج شدن بعد ما داخل میشیم. ان فیها قوما جبارین. این قوم جبار کیان که در اونجا هستن؟ اعراب کنعانی فلسطین هستن. پس نظر تاریخی هم فلسطینی ها قبل از یهودیان در اونجا بودن و فلسطین ملک عربه، ملک یهود نیست. این نظر تاریخی. من این بحث ها رو با یک خاخام کرد یهودی فارسی زبان در تلویزیون
رنگارنگ 20-25 سال پیش تقریبا انجام دادن. یک کلمهشون رد نکرد در تلویزیون خودش، در برنامه خودش. این انظر تاریخی. انظر دینی، یهودیان دنیا رو فریفتن. انظر دینی، اینکه انبیاء بنی اسرائیل در فلسطین بودن. جوابش چیه؟ بله، انبیاء بنی اسرائیل در فلسطین بودن و مقتضای دین اینه که فلسطین ملک هر پیامبری است و پیروانش، مادامی که خداوند بهشون داده. بلکه زمین مال خداست، خالق این زمین خداونده. نگرش دینی اینطوریه. ولذا خداوند میفرماید ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. زمین مال خداونده، به هر کسی از بندگانش که بخواد اونو میده. خب فلسطین در زمان موسی به مال موسی و پیروانشه. در زمان عیسایی که یهودیان چه در گذشته چه در امروز نعوذ بالله خاکم بدهن او را حرامزاده مینامند، پیروان همین عیسی امروز شدن نوکران صهیونیست، بلکه از صهیونیست‌ها صهیونیست‌تر شدن، تا حدی که رئیس جمهور امریکا میره در فلسطین به خاطر چاپلوسی به آراء یهود میگه که اگه اسرائیلی نمی بود باید ایجادش میکردیم. آیا آقای بنی صدر حق نداره که بگه واقعیه؟ هر کسی که تاریخ میدونه که اسرائیل سگ پاسبان امریکاست، همچنان که سابقا سگ پاسبان بریتانیا شد. بلکه این یک دولت وظیفیه، وظیفه رو باید انجام بده برای ویران کردن دنیای عرب و اسلام. پس فلسطین در زمان موسی خداوند موسی پیروانش داده. در زمان عیسی همونی که امروز هم کلیساها رو ویران میکنن، کسانی که صهیونیستا، و او رو حرامزاده میدونن، در صورتی که حلال زاده، نه که حلال زاده بلکه از پیغمبران خداست. هنوز به پیغمبریش هم قائل نیستن. در زمان عیسی ناصره در اونجا متولد شده، مال عیسی و پیروانشه، بلکه پیغمبر خداست. و در زمان محمد علیه السلام مال محمد و پیروانشه، و بلکه زمین مال خداست، به هر پیامبری که میخواد میده، هر کسی که میخواد میده. درود خداوند بر همه پیامبران راستی. و پیروان محمد همه کسانی هستند که بهش ایمان آوردن، بلکه بر همه مخصوص بنی اسرائیل نیست. عیسی مخصوص بنی اسرائیل بود، موسی مخصوص بنی اسرائیل بود، پیامبریشون قبیله ای بود، بلکه اون زمان تقاضای این میکرد. اما پیامبر آخر الزمان و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما تو را رحمتی برای جهانیان فرستادیم. هر کسی داخل اسلام بشه. اسلام دین نسبی نیست، دین نژادی نیست. از یهود، از نصارا، از آتش پرستان، از گاو پرستان، از هندوها، از اشغالگران کشمیر، از چینی ها، از هر کسی وارد اسلام بشه، هر آنچه که حق مسلمانان بر اونهاست، هر واجبی که مسلمانان دارن اونها هم دارن. و سرزمین اسلام برای همه مسلمان هاست. خب تا اینجا توقف کنیم.